یک مرض مهلک، خطرناک و کشنده، مخصوصا در بسیاری از جوانای ما و شما. خود ارضایی یا استمناء. متاسفانه بسیاری از جوانای ما و شما و مخصوصا طبقه مجرد در این مرض مهلک گرفتار هستند، در این گناه کبیره گرفتار هستند. الله متعال نمیخواهد که وجود شما ضایع شود. الله متعال نمیخواهد که بدن شما، الله متعال نمیخواهد که روح شما، وجود شما و زیبایی های بدن شما پژمرده شود. از این لحاظ از نقص و عیب‌هایش همه ما شما آگاه هستیم که از درون ما گرفته تا بیرون ما همه را از هم میپاشد. زندگی ما شما را از هم میپاشد. آنقدر مهلک و خطرناک است. پس بیاییم که راه حلش بگوییم یا بگوییم که چگونه میشه از این مرض مهلک نجات پیدا کرد. دوستان عزیز، فقط یک چیز نقش داره. اون چیز عامل تحریک کننده است. اگر شما میگید من تحریک خود را از بین ببریم، امکان نداره. شخصی که تحریک نشود، شخصی که شهوت نداشته باشد، انسان مریض است. انسان طبعا شهوت داره، طبعا تحریک میشه. به این خاطر است کسایی که تحریک نمیشه باید تداوی کنه، خود مشکل داره یا مریض هستند. به این خاطر ما نیاز داریم که خود را کنترل کنیم، شهوت خود را باید کنترل کنیم، باید مدیریت کنیم. و من عاملی که شما را به استمرار یا به خودارضایی شما را سبک میده و میکشانه چیست؟ عامل تحریک کننده شما باید از بین ببریم. این گوشی که در دست شما است استفاده میکنیم، از می به وجه خوبش استفاده کنیم، به وجه احسنش استفاده کنیم. این گوشی اگر عامل گناه است بر شما، این گوشی از بین ببرید. این گوشی در دست شما است، یک برنامه در داخلش است یا یک اپ در داخلش است که آنمو شما را سبک میده به طرف گناه، به طرف گناه کبیره و صغیره. امو اپ، امو برنامه شما از بین ببرید و این نه تنها که به نقص و به ضرر شما است، بلکه ثواب هم داره و الله تعالی شما را کمک میکنه. یا در خانه نشستین تک و تنها هستید، تنهایی را از بین ببرید. یا تا مثال در کامپیوتر خود شما برنامه ها و فیلم های مبتذل دارید، امو فیلم ها، امو حتی اون کامپیوتر شما از بین ببرید. اینا عاملش باید شناخته شود دوستان عزیز. نمیشه که یک شخص مثلا بگه من گناه نمیکنم ولی مثلا کامپیوترش پر از فیلم های مبتذل باشه، امکان نداره. خب عاملش را از بین ببر تا خداوند هم تو را کمک کنه و پایت از طرف گناه کشیده شود. پس ما خوب است که هر اون چیزی که ما شما را به خودارضایی میکشانه و هر اون چیزی که ما شما را به استمناء سبک میده، ما عاملش از بین ببریم. حتی فکر گناه کردن هم گناه است دوستای عزیزی. یعنی ما اگر به گناه فکر میکنیم، خود از این گناه است. آیا میشه ما به گناه فکر نکنیم؟ بله. بعضی ها شاید بگویید خب همه به گناه فکر میکنن، شب روز همه گاهی اوقات در ذهن ما شما گناه خطور میکنن، گناه رجوع میکنن. اگر ما انجام ندیم گناه را، گناه در ذهن ما گاید، باید ذهنتان را هم از گناه پاک کنید. ذهنتان هم باید در مورد گناه حرف نزند. خود دوستان عزیز، من با شما مثال بگم. شاید مثال من یا این سوال من بر شما خیلی مزخرف باشه، شاید بی‌معنی باشه. آیا شما خوش دارید که آیا شما گاهی اوقات از خود سوال کردین، از خود پرسیدین که من مواد غایطه رو بخورم؟ شاید بگید خیلی کثیف است، چه سوال مزخرفی. چون زشت است، فکرش را هم نکردید که شما همچون چیزی نجس را نوشجان کنید، چون چیزی نجس را بخورید، چون زشت است. اهل شکل گناه را هم زشت بدانید، یعنی در موردش حتی فکر هم نکنید. به اون شکلی که شما در فکرتان حتی نمیآید که مثلا مواد غایطه مثلا شما استفاده کنید. پس گناه هم باید در فکرتان نیاید. پس خلاصه کلام، اگر میخواین از این عامل تباه کننده نجات پیدا کنید، راه حلش این است که عاملش باید از بین برده شود. اگر رفیق نااهل دارید و رفیق تو رو اون طرف سواب میده، رفیق نااهل تا ازش دوری کن. اگر وسایل داری تصاویری است، از اون تصاویر دوری کن.
یا خلاصه دوستای عزیز در یک مسیر میری، در یک محفل هستی، در یک مجلس هستی، در یک راه روان هستی، میبینی که یک کسی با سروز نامناسب و با یک سروز بی نظم و به شکل شهوانی در مقابل میآید، مسیر تغییر میده، مسیر تغییر میده. عامل گناه را قبل از قبل باید از بین ببری. اینا تنها که بر تو عیب نیست که ثواب هم داره، همانند حضرت یوسف علیه السلام عامل گناه را باید شما از بین ببرید و از گناه باید شما روی گردان باشید. پس دعا میکنیم که انشاءالله همه ما شما را، مخصوصا جوانای ما شما را از همچنین مرضهای مهلک کشنده که زندگی و وجود و تن و سر تا پای ما شما را درگیر است و از بین ببره. خداوند انشاءالله ما را کمک کنه که از همچنین مرضها نجات پیدا کنیم و یک شخص موفق و شخص خوشحال و شخص سالم به جامعه باشیم.